این است آریستوکراسی. این بود تدریس امپراتوری پارس. 30-40% آمریکا شبیه امپراتوری پارسه و ترامپ توش رئیس جمهور شده. ببین امپراتوری پارس چی بوده؟ امپراتوری صفویه چی بوده؟ تمام دنیا کشوراش هاج و واج، بیلیاردها دلار خرج کردن که صفویه نیاد. بعد که اومد بیلیاردها دلار به قول خودمون خرج کردن که صفویه شکست بخوره. 200 سال طول کشید. و همین خاطر به شما گفتم که تمام کشورهای جهان زر میزنن، هیچی از کوروش نمیدونن، از امپراتوری ریاست، امپراتوری کوروش هیچی نمیدونن. آمریکا 30-40% شبیه امپراتوری پارس رئیس جمهور شد. بردنش دادگاه، بردن پولاشو زدن، نابودش کردن.